و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بعد سوال دادن که ما میشه فهمیدیم که گروه راهنما میگن اعوذ بالله اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم علی و حسن و حسین رضی الله عنهم اجمعین اینها وظیفه خواه بودن. نعوذ بالله گویا ما گفته باشیم نعوذ بالله رحمت از در حق ما ایش انسان هر کس این گپ را میگه ما از خر و از خنزیر پستر میدونیم. صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ کدامش منصب طلب نبودند، هیچ کدامش هوا و هوس پرست نبودند، هیچ کدامش متاع دنیا را دوست نمی‌داشتند. همش عدل و انصاف، همش آرامی و آبادی مسلمان ها را می‌خواستند. و یک مولای دیگر سیاسی در مذهب بودن واجب است. اگر کسی در مذهب نباشد گمراه است. نباید عزیز، اگر در مذهب کسی باشد گمراه نشود، پس چرا شما گمراه شدید؟ پس چرا از شما را گمراه تر کسی در روی زمین نیست؟ نه حرام میشناسید، نه حلال میشناسید، نه الله میشناسید، نه رسول میشناسید، نه طاغوت میشناسید، نه الولا دارید، نه البرا دارید. همین است حقیقت، همین است راه روش، همین است کامیابی، همین است نجات که همین شما در مذهب هستید. نباید عزیز، چرا شما گمراه هستید؟ در هدایت بودن خودتون، در حق بودن خودتون اثبات کنید. اول که در مذهب نیستی شما، اول اینکه در مذهب نیستی. ملاهای تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان و پاکستان و ایران اکثر شما در مذهب نیستید. همین کسایی که میگید که به مذهب واجب است در مذهب نیستید. در مذهب ابو حنیفه رحمه الله تعالی همین هست که وقتی که دشمن بر سرزمین مسلمان ها حمله میکنه جهاد فرض عین میشود. بیا مرد باشی به مذهبت عمل بکن، مرد باشی به مذهبت عمل بکن. رو تا سیاه کردی، شیطان هستی، ابلیس هستی، طاغوت پرست هستی، بزدل هستی، بی غیرت هستی، دیوس هستی. یک بار کتاب جهاد از هدایه را بخون، یک بار کتاب جهاد کنز بخون، یک بار کتاب جهاد شرح پایه را بخون، فتح العنایه را بخون. این روسیا عمل بگه به مذهبت بگیم که حنفی است. برعکس برخلاف مذهب ابو حنیفه که در مذهب ابو حنیفه در بالای قبر قرآن خواندن جایز نیست، میخونه. مال صغیره را خوردن حرام است، حرام است، میخورین. پنجشنبگی حرام است، میخورین. 44 ماه و ختم و پتم همه اینها حرام است. قرآن فروشی هست، میکنین. ترک جهاد میکنین. چی هیچ حرامی نمونده که شما مرتکب نشوید. بزرگترین حرام طاغوت پرستی هست. و شما چی عمل میکنید؟ آیا ابو حنیفه رحمه الله همیشه بود مثل شما بود؟ خدایی میخورد میگشت کوچه به کوچه، از طاغوت میترسید، در بالای قبر قرآن میخوند. شما میگه ابو حنیفه بسیار عالم کلام بود، بسیار با تقوا بود، بسیار پرهیزگار بود. انا این بود، انا او بود، حرام بود. ابو حنیفه در بالای قبر قرآن خواندن حرام میدونه، حرام. در اینجا تقواش فراموش کردی، تقواش در اینجا پرهیزگاریش فراموش کردی، در اینجا عالم بودن و محدث بودن و مفسر بودنش فراموش کردی. نه، تو شکم تا فراموش نکردی، تو نفس تا فراموش نکردی، ابو حنیفه را فراموش کردی. ابو حنیفه رحمه الله تعالی الله ذوالجلال قبرش پر از نور بگرداند و الله بهترین درجه در روز قیامت نصیب فرماید و با پیامبران و انبیا، صدیقین و شهدا و صالحین الله حشرش فرماید و گناهاش ببخشه الله. او انسان در مقابل پادشاه ظالم قاضی شدن قبول نکرد. آماده هستیم به مرد، آماده هستیم بکشیم، لیکن مفتی نمیشم، قاضی نمیشم. اختیارت هر کاری تو میکنی. پادشاه سوغاتی رایش میکرد، هدیهش رایش میکرد، نمیگرفت. میگفت از پول مردم است، حق مردم است، نمیگیرم. پادشاه فیرازش کرد برای که در بین زنش قضاوت بکنه که پادشاه میخواست دیگر زن بگیره، زنش ناراحت بود و
ابو حنیفه رحمه الله را چی کرد؟ صدا زد به این نیتی که ابو حنیفه رحمه الله طرف پادشاه صحبت بکنه و اگم دلیل دروغ ببافه تا زن او را قانع کنه که پادشاه دویم زن بگیره یا سوم زن بگیره. اما ابو حنیفه رحمه الله از الله ترسید. وقتی که گفت که چرا زن نمیمونه که زن بگیره، چی گفت؟ زنش گفت که عدل نمیتونه، گفت این عدل کرده نمیتونه و آیه قرآن سوره نساء را خواند. وقتی که آیه قرآن خواند ابو حنیفه خاموش ایستاد. یعنی پادشاه میخواست که ابو حنیفه با زن او بحث کنه و او را بند بکنه و او را قناعت بده که پادشاه حق داره زن بگیره. لیکن وقتی او آیه قرآن پیش کرد ابو حنیفه خاموش ایستاد و پادشاه از ابو حنیفه ناراحت شد. ببینید همه جا رضای الله میخواستند، از الله میترسید. از پادشاهان در زندان وفات کردگی هست، اما از پول کسی نمیخورد، مال حرام نمیخورد، مال یتیم ها را نمیخورد، به یتیم ها پول میداد، مال میداد، لباس میداد، از پول خودش میخورد، از مهنت خودش میخورد، متعصب نبود، حدیث صحیح میرسید عمل میکرد. اگر شاگردش در مقابلش قول راجح میآورد به قول شاگردش عمل میکرد، در حالی که استاد بود. لیکن حاجی برعکس است برادر عزیز، حاجی برعکس است. حاجی هیچ کس هم انسانی که مستقصد هم کتاب‌هایی که هست، هم کتاب‌هایی که در مذهب احناف میخونن، همیرم کسی تقلید کنه ما قبول نداریم، لیکن به همیرم نیستن، به همیرم عمل نمیکنن، به همین کتاب‌ها هم عمل نمیکنن. فی الحال بر مذهب، در 4 مذهب جهاد فرض عین است. امریکا در افغانستان، در عراق، در سومالیا، در مالی، در تمام جاها حمله کردگی هست. حتی در سعودی که وطن پیامبر صلی الله علیه وسلم است، در همونجا زنا و فحشا و دیسکوتیکا، حرامخوری و ناحقی و خلاصه مرتدی هست. همون جاها هم کافرها رفتگی هستند. نه شافعیاش میخیزن، نه مالکیاش میخیزن، نه حنبلیاش میخیزن، نه مالکیاش. اما مسلمان بودن شرط است، مسلمان بودن. و برادر که در اویس قرنی سوال کردن، اویس قرنی را قبول داری یا نداری؟ بله قبول داریم. یک تابعین هست، در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم زنده بودند، در یمن زندگی میکردند و به خاطری که مادرش تنها بود، کسی خدمت مادرش نمیکرد و نتونست مادرش تنها بگذاره و به زیارت پیامبر صلی الله علیه وسلم برود و پیامبر صلی الله علیه وسلم سلام خودش به او را فرستاد و گفت که اگر همیشه انسان بیا ویس قرنی نشانه ها داره، او را از ما سلام بگین و بگین که در حق شما دعا بکنن. از همین لحاظ در نزد تابعین افضل ترین تابعین ویس قرنی است. به خاطر چی؟ به خاطری که پیامبر صلی الله علیه وسلم تقوای ایرا، زهد ایرا، پرهیزگار بودن این انسان در بین صحابه ها ذکر کردگی هست. و بعد از او سعد بن مسیب هست. سعد بن مسیب والله علم همین خیلی نامش در مدینه زندگی میکرد. و بعد او حسن بصری هست. اما در فضیلت در نزد اهل سنت و جماعت اینها خیلی معتبرترین تابعین چی هستند؟ تابعین هستند. جزاکم الله خیرا.